هرگز با آنهایی که حادثه ای را از سر گذرانده‌اند نگویید چه خوششانس بودند که زنده ماندند. شبکه جهانی کانال 1 9/11. درود و مهر، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستین شاد و آزاد و سلامت باشین و جشن باستانی صدر رو به شما شاد باش و خجسته باد میگم. من بهنام پارسی ام و مثل همیشه با یه قسمت دیگه از برنامه 9/11 در خدمتتونم که اخبار حوادث ایران و جهان رو دنبال میکنه. پس تا انتها با من همراه باشید. بعد از تنبیه بدنی یه دانش آموز تو یکی از مدارس رفسنجان از طرف یه معلم و شکایت والدین، رئیس اداره آموزش و پرورش رفسنجان گفت که این حادثه تحت شرایط خاصی اتفاق افتاده و خطای دانش آموز باعث ناراحتی معلم شده. حسین شفیعی رئیس اداره آموزش و پرورش رفسنجان از پیگیری حادثه خبر داد که در اون یک معلم بعد از مشاجره لفظی با دانش آموزی تو یکی از مدارس این شهرستان اونو تنبیه بدنی کرده و دانش آموز آسیب دیده. شفیعی توضیح داد روز سه‌شنبه بعد از یه مشاجره لفظی بین معلم و دانش آموز دوره متوسطه دوم تو یکی از مدارس رفسنجان، معلم دانش آموز رو تنبیه کرده که باعث شده لب دانش آموز زخمی بشه. این مقام محلی اداره آموزش و پرورش با اعتراف به ممنوعیت تنبیه دانش آموزا گفت بارها تو جلسات مدیرا روی این موضوع تاکید کردیم و ابلاغیه‌های مربوطه هم به مدارس ارسال شده، اما این حادثه تحت شرایط خاصی اتفاق افتاده که در حال بررسی اون هستیم. شفیعی گفت که بعد از اعلام این موضوع به اداره آموزش و پرورش بخش حراست شهرستان وارد عمل شده، اما دانش آموزم تو توضیحاتی که در حضور من ارائه داد تایید کرد که خطای اون باعث ناراحتی معلم شده و این حادثه اتفاق افتاده. لازم به گفتنه که این خبر سن دانش آموز و وضعیت تشکیل این جلسه که آیا با حضور والدین و تو شرایط امنیت عاطفی و روحی کودک بوده رو مشخص نمیکنه. رئیس اداره آموزش و پرورش رفسنجان در ادامه گفت که والدین دانش آموز اعلام کردند که قصد شکایت دارن و در صورت ارائه ادعایی باید مطابق نظریه پزشکی قانونی اقدام کنن. اون وعده داد که از حقوق معلم و دانش آموز بر اساس قانون دفاع خواهد شد. با وجود ممنوع بودن تنبیه بدنی تو مدارس ایران، این رویه از طرف خیلی از معلم‌ها اعمال میشه و هر از چندگاهی انتشار فیلمی از تنبیه بدنی شدید تو مدارس باعث ایجاد جنجال میشه. تو دفعات قبلی هم مدیرای آموزش و پرورش روی ممنوع بودن تنبیه بدنی تاکید کردن و قول برخورد با خاطیا رو داده بودن. راستی تجربه شما در این مورد چیه، در مورد این مدل حوادث؟ و خوشحال میشم که با من در میون بذارید. انتشار نرخنامه شکار برای اتباع خارجی تو قرق‌های اختصاصی که شامل مجوزهایی با قیمت‌های چند هزار دلاری موجی از اعتراض و شگفتی رو بین کارشناسا و فعالای محیط زیست برانگیخته. فرزاد علیزاده، کارشناس محیط زیست و فعال حقوق حیوانات، تو گفتگو با یه خبرگزاری رسمی تو ایران از سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست تو دولت مسعود پزشکیان به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که تعرفه‌های شکار که قبلاً اسناد محرمانه دولتی به حساب می اومدن و در دسترس نبودن، حالا به راحتی تو رسانه‌های رسمی منتشر میشن و این موضوع نشون دهنده یه تلاش برای عادی سازی همچین اقداماییه. اصلا چرا همچین چیزایی دولتی باید اسناد محرمانه باشه؟ دارید پول در میارید ازش و از همه چیز و همه جوره با روسیه قرارداد میبندید، نمیدونم با چین قرارداد میبندید، بعد بگید محرمانه است. یعنی مردم کشور خودتون هم نباید بدونن. یعنی معلومه که گندی دارید میزنید دیگه. علیزاده با اشاره به نامه شورای اقتصاد اعلام کرد که این شورا به درخواست سازمان محیط زیست برای تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید تو قرق‌های اختصاصی پاسخ مثبت داده. طبق این نامه، نرخنامه‌ای برای انواع مجوز شکار تصویب شده که بیشترین تعرفه اون به شکار قوچ لارستان، قوچ کرمان و قوچ شیراز با شاخه‌ای به طول بیشتر از 50 سانتی متر و به مبلغ $3000 برای هر رأس مربوطه. کمترین تعرفه هم برای
برای شکار خرگوش و تشییع به مبلغ $15 تعیین شده. تصویب این نرخنامه که تو مهر ماه امسال انجام شده به نظر میرسه پاسخی به درخواست مدیرای سازمان محیط زیست تو دولت 13 به تاریخ آبان 1402 باشه. کارشناسای محیط زیست تو ایران تاکید دارن که مجوزای شکار حیوانات وحشی به راحتی تو بازارهای بین‌المللی تا 40,000 یورو به فروش میرسن. این افراد معتقدن سازمان حفاظت محیط زیست با ادعای تعدیل جنسی یا مدیریت شکار زمینه رواج شکار تو قرقای اختصاصی رو فراهم کرده. این روند به اعتقاد خیلی از فعالان محیط زیست ایران رو قربانی تفریحات شکارچیای داخلی و خارجی کرده. علاوه بر شکار قانونی، معضل شکارچیای غیر مجاز هم تهدیدی جدیه. لایحه منع حیوان آزاری که برای حل این مشکل به مجلس ارسال شده بود بعد از گذشت 3 سال هنوزم بلا تکلیفه. جعفر پناهپور، محیطبان پارک ملی گلستان، در این خصوص توضیح داده پروانه شکار برای ایرانی‌ها از 15 میلیون تومان به بالا و برای شکارچیای خارجی بین 500 تا 700 میلیون تومان تعیین شده. این افزایش تعرفه برای ایرانی‌ها باعث رشد شکار غیر مجاز شده و شکارچی‌ها رو به سمت فعالیت‌های غیر قانونی سوق داده. خب کاملا طبیعیه. این دیدگاه احمقانه‌ایه که اگر مجوز صادر بکنیم با این قیمت‌ها شکار غیرقانونی کم میشه یا کنسل میشه. مدیرای سازمان محیط زیست درآمدزایی رو دلیل اصلی صدور مجوزهای شکار میدونن. نه بابا، با اذن و اجازه کی اون وقت؟ پس این همه منابعی که تو اون کشور هست و اون همه پولی هم که تاراج میشه اینا کجا میره که حالا شما از این راه هم میخواین هم منابع و هم پول در بیارید و هم همه چیزو تاراج بکنید و همه چیز ایران که نابود شده دیگه، حیات وحشش هم و حیواناتش هم نابود بکنین. اونا معتقدن بودجه مناطق حفاظت شده عمدتاً از محل فروش مجوزای شکار تامین میشه. شهاب الدین منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش، تو آذر ماه 1400 اعلام کرده بود درآمد حاصل از صدور مجوزای شکار برای هزینه نگهداری و حفاظت قرق‌ها استفاده میشه. این درآمد منبع اصلی تامین بودجه قرق هاست. بنابراین اختلافات بین دولت و فعالای محیط زیست در مورد دلیل صدور مجوز شکار همچنان رو به افزایشه. منتقدان معتقدن این سیاست‌ها نه تنها به بهبود شرایط قرق‌ها کمکی نکرده که به شکار گونه‌های کمیاب و افزایش شکارچیای غیر مجاز دامن زده. صدور مجوزهای شکار تو ایران یکی از موضوعات بحث برانگیزه. تعرفه شکار برای اتباع خارجی و داخلی تو ماه‌های پایانی هر سال تعیین میشه و ادعا میشه که درآمد حاصل از این مجوزها با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست دریافت و به خزانه دولت واریز میشه. این در حالیه که شرایط محیط زیست ایران به خاطر برهم خوردن وضعیت زیستگاه‌های طبیعی و جمعیت گونه‌های جانوری به خاطر شکار و مشکلاتی مثل خشکسالی دچار بحران جدیه. طبق آمارای منتشر شده تو شهریور ماه 1402 تعداد 185 پروانه شکار صادر شده. از این تعداد 113 پروانه برای شکار کل و بز، قوچ و میش تو مناطق قرق اختصاصی و 72 پروانه تو مناطق حفاظت شده استانهای فارس، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، تهران، قزوین و مرکزی بوده. مطابق تعرفه رسمی 1403 هزینه صدور مجوز برای گونه‌های مختلف جانوری تو قرق‌ها از این قراره: خرگوش و تشی $15، قرقاول $50، گراز 300 تا $400، آهو و جبیر 900 تا $1200، کل وحشی 1000 تا $1500، قوچ اوریال 1500 تا $2500، قوچ البرز مرکزی 1500 تا $2000، قوچ ارمنی 1500 تا $1750، قوچ اصفهان 1750 تا $2000، قوچ لارستان و قوچ کرمان 2500 تا $3000. یکی از موضوعاتی که انتقادای زیادی به همراه داشته صدور مجوزهای شکار تو فصل زاد و ولد جونورای وحشیه. طبق قوانین شکار تو این دوره باید ممنوع باشه. با این وجود تو خرداد ماه 1397 گروهی از فعالای محیط زیست مدعی شدن دولت وقت برای این فصل هم مجوز شکار صادر کرده. اصلا اینو نفهمن، من نمیدونم تو کلشون به جای مغز چیه. البته هرچند که میدونیم این نابودی و این کارها همه هدفمند و برنامه ریزی شده است. شما نمیتونی این همه پشت هم اشتباه بکنی و بعد بندازی گردن یکی دیگه. مطمئن باشید که اینها همه برنامه ریزی شده است برای نابودی وطنمون.
این تصمیم بعد از امضای تفاهمنامه بین معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست تو بهمن 1396 گرفته شد و باعث شد شکارچیای خارجی تو فصل زاد و ولد به ایران بیان. مدیرای سازمان حفاظت محیط زیست بارها مدعی شدند که صدور مجوزهای رسمی شکار به کاهش شکار غیر مجاز کمک میکنه. آره ارب و شکمتون. با این وجود آمارا خلاف این ادعا رو نشون میده. اسفند ماه 1402 فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اعلام کرد که تو سال جاری بیشتر از 1740 شکارچی غیر مجاز پستانداران دستگیر شدند، در حالی که این تعداد تو سال گذشته 1667 مورد بود. همینطور کشف اسلحه و شناسایی شکارچی‌ها تو سال جاری 4% افزایش پیدا کرده. در این حال اخبار مرتبط با حمله به محیط‌بانا و گزارش‌های غیر رسمی از شکارچی‌های شناسایی نشده نشون دهنده ی ضعف اقدامات حفاظتیه. فعالای محیط زیست میگن که این اقدامات نتونسته از تهدید جدی گونه‌های جانوری ایران جلوگیری کنه. فعالای محیط زیست به این باور دارن که بی‌توجهی دولت‌ها به مسائل زیست محیطی و صدور مجوزهای شکار گونه‌های جانوری متنوع ایران رو در معرض خطر انقراض قرار داده. محیط زیست ایران که زمانی میزبان حیات وحشی متنوع بود، امروز به خاطر نبود برنامه‌ریزی دقیق و بهره برداری تجاری در معرض آسیب جدیه متاسفانه. یه مهندس هوافضای آلمانی موفق شد رکورد جهانی طولانی ترین مدت زندگی زیر آب و بدون کاهش فشار رو بشکنه و 120 روز تو یک کپسول غوطه‌ور در نزدیکی سواحل پاناما زندگی کنه. رودیگر کوخ 59 ساله روز جمعه 24 ژانویه در حالی از خونه 30 متریش در زیر دریا خارج شد که سوسانا ریس داور کتاب رکوردهای جهانی گینس هم اونجا بود. اون تایید کرد که کوخ موفق شده رکورد جوزف دیتروی آمریکایی با 100 روز زندگی داخل تالابی تو فلوریدا رو بشکنه. کوخ بعد از خروج از کپسولی که 11 متر زیر آب قرار داشت گفت این یه ماجراجویی فوق‌العاده بود و حالا که تموم شده تقریبا احساس حسرت دارم. من زندگی داخل کپسول رو خیلی دوست داشتم. اون تو گفتگو با خبرگزاری فرانسه درباره منظره‌ای که از پنجره‌های کپسول میدید گفت وقتی همه چیز آروم میشه و هوا تاریک میشه و دریا میدرخشه واقعا منظره زیبا و رویایی دیده میشه. نمیشه اونو توصیف کرد، باید خودتون اونو تجربه کنین. رودریگر کوخ برای جشن گرفتن این رکورد شکنی به سلامتی خود شامپاین نوشید، سیگاری کشید و بعد تو دریای کارائیب شیرجه رفت تا از اونجا با یه قایق به ساحل بره و تو جشنی که به افتخارش برگزار شده بود شرکت کنه. کپسول کوخ بیشتر امکانات یک زندگی مدرن داشت. تو اون تخت خواب، توالت، تلویزیون، کامپیوتر، اینترنت و حتی یه دوچرخه ثابت وجود داشت. این کپسول که با قایق 15 دقیقه تا ساحل شمالی پاناما فاصله داشت، با یه لوله شامل یه پله مارپیچ باریک به اتاق دیگه‌ای به سطح آب متصل بود که راهی برای انتقال غذا و بازدید کننده ها از جمله پزشک رو فراهم می‌کرد. پنل های خورشیدی روی سطح آب هم برق کپسول رو تامین می‌کردن و یه ژنراتور پشتیبان هم وجود داشت، اما خبری از دوش حمام نبود. حالا دلیلش چیه نمیدونم، فکر می‌کنم برای اینکه فشار بدنش به هم نریزه دوش حمام وجود نداشته شاید. کوخ زمانی که تو کپسول بود تو مصاحبه با خبرگزاری EFP گفته بود که امیدوار این کار طرز فکر ما درباره زندگی انسان و جاهایی رو که میتونیم دائم تو اونا مستقر باشیم تغییر بده. اون در ادامه گفت کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه که ثابت کنیم دریاها در واقع محیطی قابل زندگی برای گسترش زیستگاه انسان‌هان. 4 دوربین حرکات رودیگر کوخ رو تو کپسول ثبت می‌کردن، زندگی روزانه‌اش رو به تصویر می‌کشیدن، سلامت روانیش رو زیر نظر داشتن و ثابت می‌کردن که اون تو این مدت هیچ وقت به سطح آب نیامده. ریس گفت ما به شواهدی نیاز داشتیم که 24 ساعته و بیشتر از 120 روز این رکورد رو نظارت و تایید کنن. این رکورد بدون شک یکی از عجیب‌ترین هاست و به تلاش زیادی نیاز داشت. کوخ که از طرفدارای شخصیت کاپیتان نمو تو رمان 20,000 فرسنگ زیر دریا نوشته ی ژول ورنه، نسخه ای از این داستان علمی تخیلی قرن 19 رو هم روی میز کنار تختش در زیر آب نگه می‌داشت.
بازمونده های یه خانواده مهاجر افغان میگن هنوز اجساد خانواده‌شون رو از دولت یونان تحویل نگرفتن. قایق حامل اعضای این خانواده با پناهجوهای دیگه 20 دسامبر 2024 با کشتی گارد ساحلی یونان برخورد کرد و تعدادی از سرنشینای اون کشته شدن. تو 20 دسامبر گارد ساحلی یونان تو اطلاعیه‌ای گفت که یه قایق حامل پناهجوها تو دریای اژه و تو نزدیکی جزیره رودس در حالی که تلاش میکرد فرار کنه غرق شد و در نتیجه 8 نفر کشته شدن و 18 نفر نجات پیدا کردن. تو این اطلاعیه اومده بود که قایق حامل پناهجوها در جریان فرار کنترلش رو از دست داد و به دلیل برخورد با کشتی گارد ساحلی غرق شد. 8 نفری که از این کشته شده ها نام برده شده و خدمتون توضیح دادم تو این حادثه شهروندای افغانستان بودن. یه ماه بعد از این حادثه لیلا ابراهیمی که خواهر، 2 خواهرزاده و شوهر خواهرش رو تو این حادثه از دست داده گفت که اعضای خانواده‌اش به خاطر اقدام عمدی گارد ساحلی یونان کشته شدن و تو این مدت نتونسته اجساد قربانی‌ها رو تحویل بگیره. لیلا ابراهیمی گفت جسد هر 4 عضو خانواده به شدت آسیب دیده و به خاطر برخورد با پروانه های کشتی گارد ساحلی سر بعضی از اونها از تنشون جدا شده و صورت بعضی دیگه قابل شناسایی نیست متاسفانه. لیلا ابراهیمی که ساکن اتریش و برای گرفتن جسد اعضای خانواده‌اش تلاش میکنه گفت این حادثه حاصل اقدام عمدی گارد ساحلی یونانه. اعضای خانواده‌ام شبیه کسایی هستن که تو حمله‌های انتحاری کشته میشن. اونا سراشون از بدنشون جدا شده. لیلا ابراهیمی گفت که کشتی گارد ساحلی یونان قایق حامل پناهجوها رو با سرعت بالا زیر گرفته و بخشی از قایق و 8 تن از پناهجوها به خاطر برخورد با پروانه‌های کشتی کشته شدن. لیلا گفت بعد از این حادثه اعضای خانواده اون به یونان رفتن تا اجساد رو تحویل بگیرن، اما برخلاف آزمایش‌های DNA که انجام دادن هنوز نتونستن اجساد رو تحویل بگیرن. در این بین نصرت الله میرزایار دادستانی تو حکومت قبلی افغانستان یکی از قربانی است. میرزایار میخواست قبل از اعضای خانواده‌اش که از 10 سال قبل تو آلمان زندگی میکنن بیاد و با اونا زندگی کنه. این دادستان دولت قبلی افغانستان مدتی تو پاکستان منتظر دریافت ویزای آلمان برای پیوستن به خانواده‌اش بود که با تلاش‌های زیادی اما هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکرده بود. قربانیای دیگه ناجیه ابراهیمی 45 ساله با 2 پسرش به اسمهای عثمان و منصور 19 و 20 ساله بودن که اونا هم می‌خواستن به آلمان برسن. لیلا ابراهیمی گفت یکی دیگه از قربانیای این حادثه یه دختر بچه افغانستانیه که ناپدید شده و 3 نفر دیگه بعد از جراحات عمیق کشته شدن. به گفته لیلا ابراهیمی، ناجیه ابراهیمی و 2 پسرش که تو این حادثه کشته شدن هم همراه با نصرت الله میرزایار مدتی تو پاکستان منتظر دریافت ویزای آلمان بودن و بعد از ناامیدی از دریافت ویزا راه مهاجرت غیرقانونی رو در پیش گرفتن. لیلا ابراهیمی گفت بعد از اون که تلاش برای دریافت ویزای آلمان به نتیجه نرسید، هر 4 نفر به ایران و از اونجا به ترکیه رفتن تا از طریق راههای غیرقانونی به آلمان برسن. تو ترکیه اونا با یه قاچاقبر افغانستانی که ساکن یونان تماس گرفتن و توافق کردن که با پرداخت $4000 بابت هر نفر با قایق تندرو به خاک یونان منتقل شن. لیلا ابراهیمی گفت که همکارای قاچاقبر افغانستانی که شهروند ترکیه ان 4 عضو خانواده اون و 18 نفر دیگر رو به جای قایق تندرو سوار قایق بادی کردن و گفتن گزینه دیگه‌ای در دسترس نیست. لیلا ابراهیمی گفت بعد از این اتفاق با قاچاقبر افغانستانی ساکن یونان تماس گرفته و ازش پرسیده که چرا برخلاف وعده‌اش پناهجوها رو با قایق بادی منتقل کرده، اما قاچاقبر گفته که همکاراش تو ترکیه غفلت کردن. گارد ساحلی یونان تو اطلاعیه‌ای که بعد از این حادثه منتشر کرد گفت 2 شهروند ترکیه رو به اتهام سازماندهی و تسهیل انتقال این گروه از پناهجوها از ترکیه به یونان بازداشت کرده، اما هنوز قاچاقبر افغانستانی که هماهنگ کننده اصلی این اقدام بوده بازداشت نشده. یونس محمدی فعال حقوق مهاجرات تو یونان گفت حوادث مشابه مکرر تو آبهای یونان اتفاق میفته و اقدام پناهجوها برای رسیدن به این کشور باعث شده که این حوادث تمومی نداشته باشه. محمدی گفت پرونده اعضای خانواده لیلا ابراهیمی رو دنبال کرده و با سازمان‌های دولتی در تماسه. محمدی در ادامه گفت که به خاطر طی مراحل قانونی و انجام شدن آزمایش‌های شناسایی و تثبیت اجساد، تحویل دادن قربانی‌ها به اعضای خانواده‌ها هنوز انجام نشده. محمدی گفت که این پرونده از لحاظ جنایی سخت و پیچیده است و تلاش و تحقیق برای حل شدن اون در جریانه.
دم همه اونایی که تا انتها با من همراه بودن گرم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. قسمت‌های بعدی رو اصلا از دست ندین. به امید آزادی و سرسبزی سرزمینمون و تا 9/11 دیگه بدرود. هرگز با آنهایی که حادثه ای را سرگذرانده‌اند نگویید چه خوششانس بودند که زنده مانده. شبکه جهانی کانال 1 9/11